زحمات گرانقدر مدیر محترم خانه فرهنگ ایران سپاسگزاری شود که به خاطر تجلیل از پیشکسوتان زبان و ادبیات فارسی در پاکستان چنین برنامه باشکوهی را تدارک دیدند. این سروران نابغه که امروز شاهد بزرگداشت آنان هستیم در واقع از مفاخر ملی ما هستند. خانه فرهنگ با برگزاری این برنامه هم دانش و فرهنگ دوستی خود را به اثبات رسانده است و هم از طرف همه ما ادای دین کرده است. استاد ظهیر احمد صدیقی از باسابقه ترین استادان و پرکارترین محققان فارسی است. افزون بر آن شخصیت دوست داشتنی وی دارای جنبه‌های گوناگونی است. یک بیت یادم آمد که خدمت شما عرض می کنم: دامان نگاه تنگ و گل حسن تو بسیار. دامان نگاه تنگ و گل حسن تو بسیار، گلچین تو از تنگی دامان گله دارد. پس چاره‌ای جز این نیست که به ذکر اشاره‌وار برخی از صفات حسنات ایشان و خدمات ماندگار ایشان بسنده کنم. بنده حدود 26 سال پیش با نام شریف ایشان و بعضی از آثار مهم ایشان آشنا شدم و حالا 22 سال است که با شخص شخیص ایشان ارتباط ارادتمندانه دارم. با اینکه شرف شاگردی مستقیم ایشان را ندارم، اما از آثار ایشان به حدی استفاده کردم که خودم را از شاگردان ایشان حساب می کنم و این واقعا برای من افتخار است. صدیقی در تربیت شخصی و راهنمایی علمی و تحقیقی شاگردان نیز الگوی ما هستند. شیوه دلانگیز تشویق ایشان بر اعتماد به نفس شاگردان می افزاید و آنان را بر تعهد اخلاقی و حرفه‌ای برمی انگیزد. رفتار ایشان با همکارانشان نیز خیلی صمیمی است. ایشان با تک تک آنان مثل پدر مهربان رفتار می کنند و خوشبختانه همکاران ایشان نیز قدر این دانشمند صاحب دل را می شناسند و در نتیجه محیط گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه جیسی از صمیمیت و صفای ویژه‌ای برخوردار است. به نظر بنده یک استاد ادبیات فارسی باید مثل استاد ظهیر احمد صدیقی باشد. با آرزوی سلامتی ایشان و توفیقات روزافزون ایشان و با سپاس مجدد از خانه فرهنگ و السلام علیکم و رحمت الله.